об ҳамчун манбаи ҳаёт ҳамеша мавриди истифодаи васеъи сокинон қарор дорад. Бо вуҷуди аҳамияти ҳаётан муҳим доштани об, он дар ҳолати риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ метавонад ба манбаи хатар ва ҳатто марг табдил ёбад. яке аз ин хатарҳо ғарқшавӣ дар обҳои табиӣ мебошад ки ҳамасола даҳҳо нафар шаҳрвандонро қурбон мекунад. طبق اطلاع مسئولین ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان در دوام سال 2025 در ولایت 17 نفر از جمله کودکان و نورسان بنابر به احتیاطی هنگام شناوری در کل دریاها جان خود را از دست دادند. در دوره حساباتی سال جاری از ماه ینور تا ماه مای سال 2025 در حدود ولایت ختلان 17 حالت غرقشوی شهروندان به قید گرفته شده است که این هم باشد با سبب‌های گوناگون با کل دریاها غرق شده است. بعضی آنها باشد از حساب نبرآمدن اداره نقلیات و حساب استفاده بودن نوشاکهای اسپریتی و به مسئولیت پدر و مادر باشد در کل دریاها شهروندان غرق شدند. با فرارسی فصل گرما و افزایش استفاده آبها برای استراحت و فراغت متاسفانه شاهد زیاد شدن شماره حادثه‌های ناخوش از جمله غرقشوی میشویم. غرقشوی انسان‌ها در آب‌های کوشاد، دریاها، کل‌ها، کانال‌ها و آبانبارها یکی از مسائل مبرم جامعه به شمار می‌رود که باید به آن توجه خاص ظاهر شود. سبب‌های اصلی این حادثه‌ها زیادند ولی در بیشتر مورد شهروندان از بی‌احتیاطی، نداشتن معلومات کافی درباره قاعده‌های بی‌خطری در آب و شناوری در جای‌های ممنوع میباشد. ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده در ولایت ختلان از مهمانان ولایت ختلان و سیاحان خواهش کرده می‌شود که در موسم گرما هنگام شناوری سفربر شدن در کل دریاها در نزد جویبارها باشد. از طرف نمایندگان ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی در ولایت ختلان شعار آوازه‌ها نصب کرده شده است که با نوشتجات شناوری کردن قطعاً منع است یا خطری غرق شدن رو دارد گفته نصب کرده شده است. در برابر این شهروندان یا که مهمانان ولایت ختلان از نظر دور دانسته در آن جایی که شعار آوازها نصب کرده شده است رفته با شناوری مشغول نشن و خطری یعنی جان خود را از دست دادن رو دارد. طبق تحلیل‌های متخصصان ساحه بسیار شهروندان خصوصا جوانان به تحلیل و فهمیده رفتن به آب برای شناوری جان خود را زیر خطر می‌گذارند. در حالت‌های زیاد آنها وضع آب، چقوری آن، جریان‌های زیر آبی و موجودیت خطرها را به حساب نمی‌گیرند. در مورد دیگر بیشتر کودکان غرق شده در وقت حادثه بدون همراهی کلانسالان در نزد آب قرار داشتند. اکثر والدان نادیده گرفتن بی‌خطری فرزندان را یک عمل عادی شمارند که نتیجه تلخ آن فاجعه نابهنگام است. بسیار شهروندان مخصوصا کودکان تکنیک شناوری را نمی‌دانند و در حالت خطر به آسانی به واهمه می‌افتند که این باعث افزایش احتمالیت غرقشوی می‌گردد. متاسفانه در دیگر مورد غرقشوی شخصانی که در حالت مستی به آب درآمدند نیز ثبت شده است. از پدر و مادران خواهش کرده می‌شود که در هوای گرمی برای سفربر گردیدن فرزندان خود به شناوری به کل دریاها باید یک شخصی یعنی از خود کلانتر کلانسالتر باید با همراه آنها باید راهبردی کند و هنگامی که به شناوری مشغول میشوند باید تاریخ آن کل یا آن دریا را باید از خود کرده باشد چون که در آن بعضی کل دریاها هر نمود سنگ و خس و خشاک‌ها یعنی اخلاط‌ها آورده پرسته شده است. مبادا هنگامی سرازیر شدن یا که با شناوری مشغول شدن به یگام اعضای بدن آنها ضرر نرساند. امروز در ساختار کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تمام واسطه‌های تکنیکی برای کارهای فوری و ثمره‌بخش رفع عاقبت‌های آفت‌های طبیعی، انجام دادن کارهای نجات و دیگر عمل‌های تأخیرناپذیر، اینچنین به دست آوردن اطلاعات ضروری و دقیق در مورد وضعیت سیستم طبیعی و صنعتی خصوصا در نواحی کوهستان، طرح‌ریزی و قبول قرارهای سریع وابسته به پیشگیری عاقبت‌های احتمالی حالتهای فوق‌العاده و رسانیدن یاری طبی پیش بینی شدند. اما همان وضعیت غرقشوی آدمان در کل دریاها نگران کننده است. توصیه‌ها از جانب ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده برای شهروندانی که برای شناوری مشغول شدن در لب دریاها کل‌ها می‌روند باید شهروندان یک بار به آب‌های حدود ولایت ختلان وارد نشوند چون که آب‌های کانال و دریاهای ولایت ختلان از حساب سرد بودنشان به حالت غرق شدن به شناوری آورده میرساند. چنانچه هنگامی که ما به نزد دریا حاضر میشویم یک بار به آب درآمده اعضای بدن ما حرارت بدن ما به آب مطابقت نکرده به حالت استرس یعنی
карахти аъзои бадан оварда мерасонад ва дар он ҳолат мо ба об ғарқ мешавем. баъзе шаҳрвандоне ки ҳастанд ки байни рафиқони худ барои баҳс намудан мо дар шиноварии нағз ҳастем гуфта ба канал дарёҳои вилояти Хатлон рафта шиноварӣ мекунанд. То нисфи дарё рафта аз он тараф барои баргаштан барои макони худ ҳолати карахтӣ яъне стрессӣ ваҳм дар дили онҳо ҷой мешавад. то макони худ омада намерасад, дар он ҳолат дар қисмати ҳам дарё бошад зери об, яъне ба ғарқшавӣ оварда мерасонад. ҳар як шаҳрванди кишвар бояд дарк намояд ки пешгирии ҳолатҳои фавқулода пеш аз ҳама аз худи ӯ вобаста аст. танҳо бо риояи қоидаҳои бехатарӣ, назорати кӯдакон ва иштироки фаъоли ҷомеа метавон аз талафоти ҷонӣ пешгирӣ кард. ҷумъахон бобохонзода, Фаррух Сафарзода, Намузали Эргаш, махсус барои барномаи иттилоотию таҳлилии ҷанбаси 7 рӯзи Хатлон.